داستانی میخوام تعریف کنم واقعی برای خودم اتفاق افتاده، واقعا عجیب و الهام بخش. و اون اینه که حدود سال 1390 بود که من یه ماشینی داشتم که خیلی قدیمی بود و رنو مدل 70 بود. با خانواده رفتیم شمال، از جنگل عباس آباد که رد شدیم اونجا یه امامزاده سید علی بود. خب به هر حال میدونی خانوما بیشتر از آقایون به این چیزا تمایل دارن. با هم رفتیم یه زیارت کردیم اومدیم. امامزاده مختلف تو مسیر رو خانوممون علاقه داشت که بره زیارت بکنه. بعد تا رسیدیم به بین عباس آباد و شهر بعدی، اونجا که امامزاده بود نوشته بود سید علی حمزه. من ماشین که اونجا پارک کردم شاید 10 قدم با خود محل مرقد فاصله نداشت و تو دل خودم گفتم چقدر سید علی، یه سید علی اونور، یه سید علی اونور، این هم امامزاده. یه خود بیمیل شدم برم. به خانمم گفتم شو از طرف ما هم رفتی زیارت کن. دیگه با اینکه 10 قدم هم فاصله بود نرفتم. تو این فاصله مادرم که همراهم بود، سنش هم بالا بود، یه قضا حاجتی داشت، بهش رسیدگی کردم و گفتم تا قبل از اینکه بیاد کارش انجام بدم. و کارش که تمام شد اونا اومدن نشستن راه افتادیم. ماشینی که روشن کردم به سرعت 80 که رسید خود به خود خاموش شد. این که خاموش شد خب این ایراد زیاد پیدا میکنه چون قدیمی بود و کسی هم نبود اونو تعمیر بکنه. یعنی تو خود حتی کرج هم که بودیم معمولا رنوکار خیلی سخت اینو میدن. بعد یه جای خاصی میرفتیم و تعمیرکار رنو دیگه پیدا نمیشد چون دیگه به سمت پراید رفته بودن و دیگه به پراید دست میزدن، به این دست نمیدن. من تو دلم فقط گفتم اگر ماشینم درست بشه، چون شهرستانم بودیم دیگه نمیدونستیم کاری بکنیم، بلافاصله اولین دور برمیگردم میرم زیارت میکنم. چون احساس کردم یکم بیادبی کردم که 10 قدم بود نرفتم. ولی خب مادرم هم کار داشت نمیشه، اونم اومدن دیگه حرکت کردیم. به محض اینه که گفتم ماشین رو داشتم هدایت می‌کردم سمت راست، نگاه کردم 2 نفر پشت ماشین من میدوئن، یه پیرمرد با تمام ریش و موهای سفید و یه جوون. وقتی که ماشین من رسیدم، ماشین فایت پیاده شدم، پیرمرد نفس کشید، گفت جوون در کاپوتو باز کن، برات رنوکار آوردم. من تعجب کردم، گفتم رنوکار پشت سر ماشین من دویده، ما باید بریم بگردیم توی شهر یکی پیدا کنیم. گفتم باشه. گفت برو پشت فرمون. هر وقت گفتم استارت بده. رفتم شاید 5 دقیقه نشد یه استارت دادم، گفت راه افتاد، روشن شد به سلامت. پیرمرد 10 تاشو اینجوری بالا کرد، گفت خدایا شکرت. گفت برو جوون به سلامت. من فقط همینجوری نگاه میکردم، یا تعجب بودم، شوکه شدم. خب بلند شدیم حرکت کردیم. اولین دور برگردیم خواستم به حرف خودم عمل کنم، برگشتم و رفتم زیارت کردم. به عجب تحویل گرفت، یه حال معنوی خوشی دست داد که من گمانم بر این هست که بزرگان معمولا رو مادر حساسن و کسی که به مادرش احترام کنه، توجه کنه، اونها یه عنایتی دارن و این در واقع نقطه شکل‌گیری رابطه من و این بزرگوار شد.